یه اتفاقای ترسناکی داشت داخل جزیره لس سانتوس رخ میداد. یه پسر بچه قاتل که همه رو داشت میکشت دیوونه شده بود و واقعا خیلی ترسناک بود. و امروز قراره که ما این پسر بچه رو پیدا کنیم و دستگیرش کنیم. اگه عاشق ویدیوهای ترسناک و پرهیجان هستی این ویدیو رو حتما تا آخرش نگاه کن. برو بریم. همین مردم توجه کنید. یه پسر بچه قاتلی که هر شب هر شب چی میگن پسر بچه قاتل اینو داره حرکت میکنه. لطفا قبل از خواب همین دراتون رو گفت کنید و اوکی حله بابا حله داداش تو راست میگی. پسر بچه قاتل آخه یه بچه چجور میتونه قاتل باشه؟ ولم کنه. البته اون بچه نیستش بچه‌ها، یه نفریه که مثل اینکه جثه‌اش خیلی کوچیکه و میگن که خیلی ترسناکه و هر شب میاد یه نفر رو میکشه، حالا به قتل میرسونه. من که این چیزا رو زیاد باور نمیکنم و برام مهم نیستش. و میگه در اینا رو گفت کنیم. منی که همیشه در خونم بچه‌ها بازه و الان نگاه کنی اینجا پنجره‌م کلا بازه و خیلی گرم میشه. اصلا شما نگاه کنید چه بارون خوبی داره میاد. آخه تو این بارون کی میاد یه نفر رو خف بکنه؟ نگاه کنید واقعا هوا خیلی هوای خوبیه. آقا ما بریم دیگه چرت بزنیم. ساعت هم تقریبا 1 شب و وقت خوابه. آقا بریم بخوابیم. صدای چی بود؟ همسایه‌مون بود جیغ زد. نصف شبی بر چی سر صدا میکنین آخه؟ ای بابا از خوابم بیدارمون کرد. خواب بودیم و بلم کن بابا بریم بخوابیم. بچه‌ها شب بخیر. آقا صبح همگی بخیر. ما از خواب بیدار شدیم. من که بچه‌ها امروز کلی کار داریم. اول از همه باید بریم باشگاه. من باشگاه خیلی وقت نرفتم. بریم باشگاه. ساکمو داخل ماشین گذاشتم. غذای چاپم دادم و آقا اوکی دیگه برو بریم. اوه اینجا چه خبره؟ آمبولانس و پلیس؟ همسایه ما چیکار کرده دوباره؟ بریم ببینیم چه خبره. چرا اینقدر پلیس و اینا وایساده؟ آمبولانس اومده، 2 تا ماشین پلیس اومده و اینا. سلام جناب سروان چه خبره اینجا؟ پرستار اومده. سلام جناب، اتفاق خاصی نیفتاده. اتفاق خاص؟ آخه اینجا خونه همسایه‌مونه. چیزی شده؟ همسایه‌تون منظورتون این زنه رو میگید؟ آره یه خانومه تنها اینجا زندگی میکنه. راستشو بخوای کشته شد. چی؟ بابا همسایه‌ام بود یعنی چی؟ دیشب هم اتفاقا صداش اومد. صدا؟ چه صدایی شنیدی؟ دیشب حدودا ساعت 4 اینا میشد، 4 نصف شب و یه صدای جیغ شنیدم و گفتم که آخه این زنه هر چنگای فیلم ترسناک میبینه میترسه. گفتم حتما دوباره فیلم ترسناک دیده و ترسیده جیغ زده. همین. نه راستش یه پسر بچه‌ست که با همه رو داره میکشه. یه لحظه وایسا ببینم. همینی که توی اخبار داشت میگفت؟ آره میشناسیش؟ دیدیش؟ دیدنش که نه، ولی من فکر میکردم الکیه. نه پسر چون الکی نیست، مراقب خودت باش. واقعا بچه اون قاتلی دیشب اومده بود کنار خونه من. بعد من میگم که درو بذار باز بذار. اوجی خوبه نیومده خونه منم مثل چی خوابیده بودم. این خرس. البته بچه خواب من زیاد سنگین نیست. پس این همسایه‌مونو کشته. آره پسر جون، خلاصه مراقب خودت باش دیگه. این روزا خیلی رو خطرناک شده. این پسر بچه هر کاری میخواد، هر کاری عشقش میکشه داره انجام میده. باشه مرسی خبر دادی. حاجی همسایه‌مونو کشت. من میگم این نصف شبی جیغ زد و نکن اون موقع اومده بود اون یاروه. اوه حاجی یه لحظه وایسا نه بچه، من یه زنگ به لسر بزنم ببینم لسر این یاروه رو میشناسه. لسر آخه اخبار اینا رو خیلی نگاه میکنه اینا. میخوام ببینم این واقعی این قاتله. این خونه‌ش هم دقیقاً بغل. سلام چطور لسر خوبی؟ سلام علی چه خبر؟ لسر میگم این پسر بچه چیه؟ میگن قاتل و فلان و اینا، میاد هر شب یه نفر میکشه. اوه چه شده اومده خونه تو؟ نه خونه من نیومده. میخواستم اینم میشناسیش تو؟ آره علی جدی مواظب باش خیلی خطرناکه. بچه این میگه خطرناکه یعنی واقعا دیگه خطرناکه. لسر میدونی چی شده؟ این دیشب اومده همسایه ما رو کشه. اوه علی مراقب باش. همین امروز امنیت خونه تو ببر بالا. احتمال داره نفر بعدی تو باشه. نفر بعدی من باشم؟ چی داری میگی؟ آره دیگه اون داره همه رو میکشه. احتمال داره نفر بعدی خودت باشی. ای امان باشه خدافظ. بچه خطری شد. شبم خودم دیگه نمیخوابم. شاید زنگ بزنم لامار شبو بیاد خونمون. آقا بریم با هم دیگه وسایل امنیتی بخریم برای خونه. امنیت خونه رو ببریم بالا. یعنی چی نفر بعدی احتمال داره تو باشی؟ 6 ساعت بعد. خب بچه‌ها این نور پردازی رو انجام دادم. آقا امروز از صبح کلی کارگر و اینا خونه استخدام کردم اومدن. بچه‌ها اینجا حفاظینا زدن. نگاه کنی کلی نور و اینا زدم. هوا هم چه مه‌آلوده. چند تا هم سگ خریدم. این که چاپه، این چاپ خودمونه. آقا چند تا هم سگ نگهبان خریدم. البته اینم سگ نگهبانه ولی خب قیافش نمیخوره. خیلی قیافش اسکل. چرا دومشون شور داره تکون میده. خوبی؟ آقا اینجا رو نگاه کنی یه دیواری کشیدم بعد نورینا زدم که اینجا کلا روشن باشه. همین پسر بچه اگه بیاد سراغ من حداقل بدونه. بعد دوربین مدار وسینا زدم. مانیتوراش هم گذاشتم کنار تختم اینجا. بعد اینا رو حالا شب روشن میکنم. بچا مانیتورا رو چک میکنم. خیلی استرسم. فقط یه زنگ بزنم به لامار ببینم لامار میاد. شبو بمونه پیشم یا نه. لامار این آهنگ پیشواز چی گذاشتی؟ الو سلام چطور لامار
خوبی؟ بله ببین کی زنگ زده. علی چه خبر؟ سلامتی قربونت. لامار میگم امشب چیکاری؟ امشب ما همیشه کار داریم. این همیشه الاف بود و یعنی چی کار داریم؟ ببین علی یکم درگیرم. چطور حالا چیکار می‌خواستی؟ ببین می‌خواستم بهت بگم اگه میتونی امشب بیا پیشم بمون. میبینی که یه پسر بچه اومده میگن قاتل و فلان و اینا. نه فکر نکنم بتونم بیام. باشه اوکی خدافظ. ای بابا اینم که نتونستی. آقا من امنیت این خونه رو حالا بردم بالا، همه چیز اوکیه، فقط راستشو بخواین استرس دارم که این یارو یه دفعه بیاد. البته نمیاد دیگه، اینجا چند تا سگ گذاشتم، درای بالا هم کلا قفله و نه بابا نمیاد. آقا اوکی بریم بخوابیم. امیدوارم که اتفاق بدی نیفته. صدای چی بود؟ اوه آواز یه صدای شکستن لیوان اومد. این سگا که همینجوری اینجا وایسادن. کسی اونجاست؟ بچه هیچ خبری نیست. الو؟ صدای یه شکستن شیشه لیوان، یه صدایی اومد. کسی اون بالاه؟ چه هیچکس جواب نمیده. بچه صدای چی میتونه باشه؟ اوه لامار تو اینجا چیکار میکنی؟ علی مگه خودت نگفتی بیا؟ منم خب اومدم دیگه. بابا من گفتم شب و تو گفتی شب و نمیام. رسیدش یه دفعه دلم خواست اومدم. با زهر و ترک شدم، فکر کردم اون بچه هست. بچه؟ نه بابا من بودم دیگه. ای بابا منو ترسون. اینجا یه صدایی اومد. من فکر کردم یه خبرایی بچه دیدین صدای گربه اومد. فکر کنم یه گربه چیزی حالا داخل بوته بود. لستر داره زنگ میزنه، ببینم چی میگه. الو سلام، چطور لستر؟ الو علی کجایی؟ من خونه ام. اینجا حواسم بود که حالا این پسر بچه نیاد. علی کمکم کن، پسر بچه جلوی خونه اونه. پسر بچه جلدر خونته؟ باشه الان میام. حاجی باورم نمیشه بچه رفته لستر رو بکشه. لامار باید بریم. امیدوارم که لستر اتفاقی براش نیفته. لستر اومدیم. اوه بودو لامار پیاده شو بود و اسلحه هم برداره. لستر در خونش بازه؟ آره بازه. لستر خوبی؟ لستر اینجاست. بچه حالش خوبه. سلام علی چطوری؟ لستر چی شد؟ گفتی بچه اومده بود تو رو بکشه، چی بود داستان؟ آره اومده بود جلوی خونمون. حالا از کجا میدونی اومده بود؟ دوربینه چک کن. دوربینا؟ بزنین بچه دوربیناشو ببینم. بچه پسر بچه اینه ها. باورم نمیشه. بذار اون یکی دوربینو بزنم. این هم پشت خونه بود هم جابجا شده. چقدر ترسناکه، باورم نمیشه. لستر میگم حالا چی شو؟ این چرا اومد سراغ تو؟ نمیدونم والا خبر ندارم. حاجی این خیلی چیز مهمیه. یعنی بچه این همه رو میخواد بکشه، باید جلوشو بگیری. چجور جلوشو بگیریم؟ ببین نمیدونم، این پسره میگن یه زمانی توی زندان بود. 100% کسایی که زندانم میافتن خب به خاطر پول و اینا میافتن دیگه. میگم توی اخبارات خودت پخش بکن که مثلا یه پولی میخواد بیاد خونه من، بعد این 100% پسره میخواد بیاد سراغ من دیگه. یه تله میذاریم براش میگیریم. آره میشه، پس خبرش با من. آره تو برو توی شبکه‌ها پخش بکن، بگو مثلا فلانی میخواد توی خونش انقدر پول داشته باشه و اینا. مثلا بگو که من خیلی پول دارم از این داستانا. بعد اگه شب اومد سراغ من اونجا دیگه دستگیرش میکنیم دیگه. فکر خوبیه. بیا لامار بریم یه نقشه میخوایم بچینیم. خب علی میخواین چیکار کنیم؟ ببین لامار من یه نقشه‌ای دارم، قراره بریم خونه. حالا یه پول و اینا رو من میذارم توی خونه این بچه جذب بشه. این که اومد سمت خونمون بعد چیز میکنه که با یه اسلحه بیهوشی چیزیش میکنیم میبریم به پلیس تحویل میدیم. باشه پس اون اسلحه‌شم به من. آره اسلحه‌شو تو اوکی بکن، منم الان برم خونه یکم پول و اینا حالا بریزم زمین. این پسرا حالا اگه اومدم خونمون رو دید حداقل باور کنی که واقعا تو خونه پول هست. داخل خونه که رفت من از پشت بهش تیر میزنم و بیهوشش میکنم. حله پس بریم مأموریت رو انجام بدیم. حله بدو بریم که کلی کار داریم. لحظه دستگیری پسر قاتل. بچه‌ها الان من اینجا کف زمین رو اگه نگاه کنی کلی پول ریختم که این پسر بچه اومد حواسش پرت بشه. اونجا هم اگه دقت کنید یه عالم پول گذاشتم و اینکه لامارم که حالا اونور حواسش هستش. لامار یه دونه اسلحه شوکر بهم داد، گفت از پشت بهش تیر بزنی بهش شوک وارد میشه و یه 5-6 ساعتی بیهوشه. بچه الان فقط منتظرم که اون پسر بچه بیاد توی خونه. لامارم توی کل خبررسانا برگشته گفته که مثلا توی خونه من خیلی پول هست و از این داستانا اون پسر بچه رو بکشونیم. فقط با منتظر بمونیم تا بیاد. فکر کنم همین خونه بود. بذار بریم ببینم. کنم صاحب این خونه کلی پول داره، بعد پولاشو بدزدم و خودشم بکشم. چقدر نور و اینا داره. البته بس ببینم چراغای خونه‌اش روشنه، نکنه توی خونه است. البته مهم نیست، اگه تو خونه باشه میکشمش. بذار بریم طبقه پایین. اوه باورم نمیشه اینجا کلی پول است. پولا رو نگاه کن. این واقعا طرف خیلی پول داره. اوه من عاشق پولم. اینجا یه عالمه پول ریخته زمین. همه این پولا رو بردارم و ببرم. بچه باورم نمیشه. لامار بچه اومده. بچه خودشه. بچه باید برم از پشت بزنمش. وایسا. حواسم باید جمع باشه.
اوکی حواسش نیست. بیوف. اوه بیهوشش کردم. لامار بدو بیا، لامار بدو بیا. بچه گرفتیمش. پسر بچه قاتل این بود. علی دمت گرم حاجی، تو زدی بیهوشش کردی. بذار من برم ماشین روشن کنم ببینیم بیداری بود. آره ماشین روشن کن، منم این حواسم بهش هست که بیدار نشه. ماشین روشن کن بندازیم تو صندوق ماشین ببریمه. باشه برو بریم. حل بدو. و اینکه بچه اگه دوست دارین ویدیوهای ترسناک درست بکنم داخل جی تی ای وی، همین الان ویدیو رو لایک کنید و لایکاشو به بالای 4000 تا برسونید. آقا علی خیلی ممنون که تونستین پسر رو دستگیر کنید. آره اینو دستگیر کردم بچه، آوردمش شناختمش زندان. نگاش کن. مطمئن باش یه روزی در میام و میکشم. بیا برو بابا فسکلیم در میام میکشمت. آقا پلیسه اینو هم بذار تو زندان بمونه، بذار بمونه بپوسه. آره اینو اصلا نمیذارین فرار کنه. آره بابا بگیرینش. آخش بچه دیگه خیالم راحت شد، دیگه هیچ قاتلی توی شهر لس سانتوس نیست و خیال راحت میتونم برم بخوابم. من اون شب اصلا درست نخوابیدم، اون سگا هم پارس میکردن، هی اذیت میکرد، بعد آدم استرس داشت که بچه اصلا بخوابه. فکر میکنین فسکلی میخواد بیاد هی بکشتش و اینا. خلاص شب خوبی نبود. الان میتونم دیگه خیلی راحت برم بگیرم بخوابم و یه خواب خوب داشته باشم بعد از مدت ها. بچه‌ها بالاخره سرم راحت گذاشتم و خوابیدم. سلام علی. اینجا چیکار میکنه؟ خب بچه‌ای که تا آخر ویدیو رو داشتین نگاه می‌کردین، همین الان مثل همیشه قلب قرمز رو توی کامنت‌ها بذارین ببینم کیا ویدیو رو تا آخرش نگاه می‌کردن. و اگه ویدیو رو هم دوست داشتی حتما لایک بکنید، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید، این زنگوله کنارش هم روشن کن که هر وقت ویدیو خفن آپلود کردم سریع با خبر بشی. خیلی دوستت دارم. دو تا ویدیو آخرم اگه ندیدی برو ببین. پیج اینستاگرام ما رو هم یادت نره که حتما فالو داشته باشی. مراقب خودت باش تا یه ویدیوهای دیگه. بدرود.